دوستان آخر ویدیو براتون یه آموزش کاربردی گذاشتم، پس بهتون میگم که تا آخر ویدیو نگاه کنید. یو بچه چطور من از کنم ما با چنل ای گیم خوش اومدید. آقا این داستانش چیه که ما میخوام 3-به-تک با اینا بگیرم. اونا 3 نفر، من تک. میگفتن آقا من تو رو 3-به-تک میزنم، من یعنی 3 تا باشم اونا یکی باشم میزنم. آقا زدیم باخت. الان نوبت منه که 3-به-تک اینا رو بزنم، بریم تو کارش که ببینید چه اتفاقی افتاده. اول از همه هنوز نزنید جلو. اگه من برنده شدم شما چنل منو سابسکرایب میکنید و اگرم باختم آنساب میکنید و همین الانم پیشبینی نتیجهتون رو بگید توی کامنت ها برام. مرسی. تازه من زیاد سطح بازیم اومده پایین، اگر نه اینا رو میزنم بیشتر میزنم. یکیشون واقعا بازیش خوب بود، میتونست منو بعض وقتا بزنه، اما دیگه چه بسا که من چه بکنم. ببینید اینجا منو چه کار کردن. منم خطشونو گرفتم که اومدم بزنم، خودمم انداختم که ببینن منم دارم. بی‌ناموسای دلقک. از آتیش رد شدم، اینو زدم، اینم زدم. بعد تو این لابی میدونید چی بهم گفت؟ میگه که تو آقا چیتری، ثابت کن که چیتر نیستی. بعد بهش میگم اصلا اسمم استریمر مود نیست، چطوری چیترم؟ دیگه نمیدونم. بریم برای ادامه ویدیو. بچه ها ویدیوی دو تا ویدیو قبلی خیلی حمایت شده، ویوهای بالایی گرفته، منم انرژیمو گرفتم، اما بچه وقتی ویو میگیره ساب نمیگیرم. پس همین الان لطفا چنل منو سابسکرایب کن، اون زنگوله بغلش هم بزن که هر وقت برات ویدیو گذاشتم ببینی و متوجه بشی که ویدیو گذاشتم. بیخیال. حالا بریم ببینیم چی میشه در ادامه. اینم ویدیو رو هم دارم ضبط میکنم، به خاطر همین اگه جای سوتی دادم و نمیدونستم از آینده چه خبره، شما بزرگی خودتون ببخشید. خب اینم انداختم چون که اونا خیلی از اینا میندازن. ببین منو کشت با همون، نمیدونم چرا، ولی خب اینو میخواستم بزنم، نخورد. زدم نخورد. آخر رفتم اینجا از صورت شدم، یکی زدم تو بدنش. خب بریم برای ادامهش ببینیم چی میشه. اینم زدم، یه لحظه دیگه اینم میزنم. آیا نه منو زد این یارو. یکیشون خدایی نوب بود، قبول دارم یکیشون نوب بود، ولی دوتای دیگه شون خفن بودن. یه چیز دیگه هم بهتون بگم که خیلی سر این خودم فشار خوردم. اگه ویدیو قبلی رو ندیدی برو ببین، بعدش بیا اینو ببین. من هنوز یاد اونو میکنم که چرا آمده سر کامنت من اینو گذاشته. ایشالله که اون ویدیو قبلی رو ببینه، این بینمون ادامه پیدا کنه تا من جواب اینو قشنگ بدم. فکر کردم یکیشون لفت داده، رفتم نگاه کردم دیدم نه 3 تاشون هستن. نتیجه بازی الان 13-9. فکر میکنم تا 40 تا بزنمشون. به خاطر همین ویدیو طولانی شده. اینجا هم هر جا اسپانون شدم اینا بودن، نمیدونم چرا هر جا اسپانون شدم اینا بودن. آقا من داشتم دنبال یکشون میگشتم که لفت نداده بود، اما تو بازی هم نبود. بعد این که یکم گشته گذار کردم که فکر میکنم تو ویدیو نیفتاده، دیدم تو یکی از این کانتینرها قایم شده، کمپ کرده. ببینید اینا، زدمش. خب بریم برای ادامهش. یکی اینجا میزنیم میدیم، این باز میره اینجا، زدیم نخور. نمیتونستم رو به جلو حرکت کنم، مین انداخته بودن. ببینید اینجا که همونی که میاد اینجا کمپ میکنه منو زد. اینجا رفتم ببینم اونجا هست، دیدم نیست، دیدم همشون همینجا هن. یکی رفته بالا،
اولی که رفته بود بالا رو زدم، سگ فرستادن یکیشون که برام اصلا مهم نبود که سگ فرستادم، من مثل همیشه بازی میکنم. آقا ببینید که چی شد، ببینید، فقط ببینید سطحو. اگه شما هم دوست دارید با من دوئل بزنید لطفا تو کامنت ها بهم بگید، آیدی از روبیکای تلگرامی چیزی بهم بدید تا منم بیام باهاتون دوئل بزنم. میخوام یکی از پلنام اینه که با یکیتون دوئل بزنم. لطفا اگه کسی میخواد دوئل بزنه با من توی کامنت ها بگه. خب احتمالا هم بعضیاتون از من برنده بشید. دمتون گرم اگه بردید، اگه نبردیدم که هیچی دیگه. فقط یه چیز بگم، خواستم برم اینجا اگزیکیوش کنم نشد. حالا یه چیز بگم، بچه ها خیلی دوست دارم که وقتی چنلم رسید به 100 تا براتون بذارم ویدیو که مثلا باهاتون دوئل زده باشم. اگه باخت بدم 500 تا سیپی میدم یا 200 تا یا 500 تا برنده یه بتل پس بهتون میدم. اگرم نه که خود پولشو بهتون میدم. فقط کافیه که برسم به 100 تا و این فقط 5 نفر میتونن با من دوئل بزنن و این جایزه رو بگیرن، چون من بعد اون 5 نفر دیگه هیچی رو قبول نمیکنم. سوتیایی که میدم و خیلی دوست دارم واقعا، چون من بعد اون دیگه هیچی رو قبول نمیکنم. حالا به 1000 تا برسیم دیگه با هر کی بازی کنم همین کار رو انجام میدم. متاسفانه هیچ کدوم حتی به 10 تا هم نمیرسیم، ما فقط 2 تا سابسکرایبر داریم، اما خوب ویدیوامون خوب ویو میخوره که من از این بابت خوشحالم. نمیدونم که چرا صدا نداره گیم پلیم، اینم ببخشید. ویدیو رو لایک کنید حتما، من زحمتی که میکشم خیلی آجی. لطفا ویدیو رو لایک کنید، چنل منم سابسکرایب کنید که من از این بابت خوشحال شم و انرژیمو بگیرم. آقا مثلا شما یه ویدیو که 80 تا ویو 80 تا ویو دادید، من خیلی خوشحال شدم و ادامه دادم. من خیلی چنل زدم آقا که اسمشونم نمیگم، خیلی چنل زدم که هیچ کدوم نتیجه گرفتم، اما این اولین چنلیه که من ازش نتیجه گرفتم. میخوام ادامه بدم. لطفاً آرامشی که لایکاتون به من میده رو به من بدید، خیلی خوبه. یکیشونم لفت داد، الان بازی شده 2-1، اما خب این یارو سخت بود بزنمش، خیلی هم باز وقتا خطگیری میکرد. اما چرا من اینطوری اسکوپ نمی کنم؟ میخوام 4 تا 5 تا کیلو آخر رو با هیپ فایر بگیرم آقا، که این باعث میشه کم ویدیومون طولانی تر شه. اما خب این اولیش 37 تا. بریم برای بعدی. پیدا کنم. اینم فکر میکنم بمیرم در راه هیپ فایر زدن، نمیدونم خودمم. حالا ببینیم که این دوشمون کجا میره. اینجا میتونستم بزنم اما نشد، اون منو زد. بیخیال، بریم برای ادامه ویدیو. اینجا دوباره منو زد، میتونستم اسکوپ کنم راحت بزنمش، اما من فقط میخوام هیپ فایر بزنم. این هم یه جوری میشه سورپرایز ویدیو، یه چالش برای خودم. خب بزنم این یارو رو که خیلی پرو بازی در آورد توی لابی. اینم یکی دیگه، فقط 2 تا دیگه میخوام تا بازی رو وین کنیم. توی 1 دقیقه فکر نمی کنم بتونم بزنم دیگه. نمیدونم چیکار کنم که چنلم سابسکرایب بگیره. لطفا اگه آموزش میخواید توی کامنت های همین ویدیو من بگید، من حتما نگاه میکنم و حتما هم لایک میکنم کامنتاتونو. و اگر هم چیزی رو خودم از پسم بر بیاد که به شما آموزش بدم و آموزش میدم. اینجا هم میتونستم بزنم، از چلاقی خودم بود که نتونستم بزنم. حالا اینجا زدم، تموم شد و رفت. فقط 40-26 زدمشون.
TK CR7 کریستیانو رونالدو. این اولیش آقا، این دومیش، اینم از این ور اولیش، اینم دومیش. خب بچه ها اینم آموزش. اگه شما هم از این درخت های کریسمس بدتون میاد و مزاحمتون میشین، یه گام وردارید، تون بزنید روی اسکوپ و درخت کریسمس. تمام شد رفت. اینم از آموزش. تا یه ویدیوی دیگه، پیس اوت.